در عقب این میله های زندان خبری از 8 مارچ نیست. یک پرنده که تا آزاد باشه داخل قفس باشه. روز آزادی از اینجا برایشان پر اهمیت تر از روز زن است. چقدر سخت میگذره. زنانی که به ارتکاب جرم‌های مختلف به خصوص قاچاق و انتقال مواد مخدر مجبورند بخشی از عمرشان را اینجا در زندان زنانه کابل در قید سپری کنند. معصومه مادر 6 طفل است و شوهرش پیشه دهقانی دارد. 20 روز پیش پلیس میدان هوایی حامد کرزی در کابل زمان بازداشتش کرد که از هرات به کابل آمده بود و قصد سفر به هند را داشت. اتهام بر این زن 45 ساله این است که کپسول های حاوی هیروئین را از طریق دهن وارد معده‌اش ساخته و قرار بود به هند انتقال دهد. اما معصومه قصه می کند قرار بود برای تداوی به هند برود و هنگامی که با تاکسی به میدان هوایی هرات می رفت، تاکسیران به بهانه همکاری و انسان دوستی او را به خانه خود می برد و کپسول هایی را که گویا زعفران است برای وی می خوراند. اینا بیا خدمات ها پیش می گفت اینا خود کو که اینا شما میرین به خارج میرین اینا زعفران پیسی شما خرید میشه. ما گفتم من نمیتونم گردن مدد من ماشا توری شما خورده نمیتونم. برا فن میته بوتل آب انار یک بوتل آب انگور گرفت آورد. اینا بیار به پیش ما آورد. گفتم دل بعدم نمیتونم خورده. گولی داد به من. نه فهمیدم دیوانه شدم که ظرف خیلی بود سه ظرف آورد. نه فهمیدم دیوانه شدم بیادم کاسبی بیدم. من چند تا خوردم چند تا نخوردم. چیکار شدم چیکار نشدم. همین تو غرق بودم تا بیام ساعت 8 پیش میتون کابل اینجا که بیام دادم که تیاره ماست بشینه تکون میخوره که دادم که بشینه به تکون تیاره مولی میشد خبر شدم که من کجا آمدم خدایی. چی وقت از شوهرت جدا شد؟ حکایت های تلخ از مجبوریت های روزگار، مجبوریت هایی که برخی این زنان را با مافیای مواد مخدر همدست ساخت. دلیل چی بود؟ بهار در اولین قدم به سوی همدستی با مافیای مواد مخدر به چنگ پلیس میافتد و یا به اصطلاح عام تیرش به خاک میخورد. ای با پیسه ضرورت داشتم کرای خانه مثلا شیر خشک به بچه‌م پمپریا. بعد به یک دوستم زنگ زدم او مرا تشویق به این کار کرد. مرد بود زن دوست؟ زن بود. او کاروبار مواد مخدر میکرد؟ شوهرش میکرد. امیر قصه بگو چه قسم کمک خواستی بعد او چگونه کمک کرد خودت؟ من به او گفتم من اینقدر پیسه ضرورت دارم اگه میتونی تا 1 ماه یا تا 1 هفته مرا قرض بده. 2 روز بعد تیر شد گفت اینی کاره که پیسه زیاد داره. در صورتی که مثلا من با کسی مشوره کنم خودم کردم. رفتم امروز جای برد که یک هتل بود در طرف شارنه. پس یک مرد به ما روان کردن مواد دادن. یک زنم امروز من بندیه. او هم بود من تا میدان هوایی ما را رساندن و داخل میدان هوایی گرفتار شدیم. می‌خواستیم در طیاره بشینیم طرف هندوستان می‌خواستیم بریم. چقدر پول برات میداد در بدل از اینکه توی مواد به هندوستان برسانی؟ من پیسه شاید 20,000 یا 30,000 میمان. افغانی؟ اولین بار بود که کار کردی گیر آمد یا پیش از این موفق شده که؟ نه دفعه اولم است. این خانم 27 ساله که 1.5 سال پیش از شوهرش جدا شده حالا با کودک 1 ساله‌اش در زندان است. از 6 سال قید تا حال 7 ماه آن را سپری کرده است. در 11 ماه سال روان هجری شمسی 25 مورد قاچاق مواد مخدر توسط زنان در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر به ثبت رسیده است. به گفته سخنگوی این مرکز، قاچاقبران در برخی مورد از بیسوادی، فقر و مجبوریت‌های زنان برای انتقال مواد مخدر استفاده می‌کنند. متاسفانه قربانی مستقیم یا غیر مستقیم قاچاقبرا بودن به این معنا که در بعض موارد از پیشان توسط اعضای فامیلشان خواهش شده که باید انتقال بدن و در بعض موارد که از طرف دعوی دزدگیر شده مستقیما در بدل پول حاصل شدن که مواد ببلعن و از طریق از طرف دعوی مواد بیرون از کشور انتقال کنند. از میان حدود 30,000 زندانی در افغانستان 915 تنشان را زنان تشکیل می‌دهد. علاوه بر مواد مخدر، اینجا در محبس ناصی کابل کم و زیاد 300 تن از زنان به جرم‌های مختلف از جمله قتل، سرقت و اختطاف زندانی هستند و اینجا قصه های زیاد داره. بسیاری از این زنان میگن که مجبوریت‌های روزگار و زندگی اونا را ناگزیر ساخت تا دست به جرم و کارهای خلاف قانون بزنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.